خب بنز اسمش را میشناسید؟ شرکت بزرگ ماشین سازی، خیلی موفق. اما از کجا شروع شد؟ خیلی وقت پیش. ماشینی نبود، فقط اسم بود، کاند. کمی قدیمی نه؟ بنز همه اینها را تغییر داد. یک انقلاب واقعی. کارل بنز، او نابغه بود، مهندس آلمانی، رؤیای بزرگی داشت. یک کالسکه بدون اسب. گفتن دیوانه است، کاملا احمقانه. اما کارل، او فقط کارش را ادامه داد. او یک دیدگاه داشت، میبینید. چرا این ایده عجیب؟ سفر خسته کننده بود. خیلی کاند. کارل یک مشکل دید. او سرعت میخواست. او پیشرفت میخواست. برای همه، نه فقط ثروتمندان، یک ماشین برای همه. این هدف بود. پس بیشتر از یک ماشین، خیلی بیشتر. کارل بنز هدف بزرگی داشت. او میخواست زندگی ها را تغییر دهد. به مردم آزادی بدهد. آزادی برای گشت و گذار، برای ارتباط. یک ایده عظیم. او داشت چیز بزرگ را شروع میکرد. ساختنش سخت، خیلی سخت. مردم میخندیدند. کار نمی‌کند، فریاد می‌زدند. بانک‌ها نگفتند. پولی برای طرح‌های دیوانه کننده نبود. کارل بیشتر تنها بود، یک مبارزه واقعی. اما او همچنان باور داشت. تکنولوژی هم پیچیده بود. موتورها بزرگ، برای کارخانه‌ها، نه برای گاری‌های کوچک. کارل باید اختراع می‌کرد. موتور جدید، فرمان جدید، کار سخت واقعی. هیچ راهنمای آسانی نبود. او پیشگام بود. قوانین را می‌نوشت. پول همیشه کم بود. کارل از پول خودش استفاده کرد. همسرش برتا کلیدی بود. او باور داشت. از عرصیه‌اش استفاده کرد. از رؤیای او حمایت کرد. چه زنی؟ بدون کمک او؟ شاید بنزی نبود. اما کارل مصمم بود، حتی لجباز. او تسلیم نشد. تلاش کرد. شکست خورد. دوباره تلاش کرد. این اختراع است. ادامه دادن. این روحیه او را به آنجا رساند. او می‌دانست که حیاتی است. او به چیزی دست یافته بود. بعد موفقیت. او انجامش داد. 1886 ثبت اختراع شد. بنز پتنت موتور واگن. اولین ماشین واقعی جهان، 3 چرخ نه 4. بله ساده بود اما کار میکرد. این جرقه بود. لحظه‌ای که همه چیز تغییر کرد. این اولین ماشین کاملا ساده. موتور کوچک، در آب، کمتر از یک اسب خار. بله واقعا قدرت کمتر از کتری شما. اما طراحی خودش بود. برای آن زمان بسیار هوشمندانه. یک شاهکار مکانیکی کوچک، بدون سقف، در هوای آزاد. فرمان با اهرام، نه با چرخ، فقط 2 دنده. حداکثر سرعت شاید 10 مایل در ساعت، با استانداردهای امروز کند. اما نیازی به اسم نبود. این قسمت شگفت‌انگیز بود. واقعا پیشگامانه. مردم محتاط بودند. پرسیدند آیا ایمن است؟ سپس برتا، همسرش، دست به کار شد. آن را راند. یک سفر طولانی. بیش از 60 مایل. ثابت کرد که میتواند کار کند. به دنیا نشان داد. یک حرکت تبلیغاتی شگفت‌انگیز. چه زنی؟ تأثیر آن عظیم، حیرت انگیز. بنز چیزی عظیم را شروع کرد. یک صنعت کامل. ناگهان ماشین‌ها همه جا بودند. بسیاری از شرکت‌ها تلاش کردند. رقابت باعث پیشرفت شد. ماشین‌های بهتر، ماشین‌های سریعتر، همه از ماشین کوچک بود. شرکت بنز رشد کرد. با دایملر ادغام شد. مرسدس بنز شد. شما آنها را می‌شناسید. لوکس، برتری مهندسی. آنها در ایمنی پیشگام بودند. مناطق خردشونده، ABS. بسیاری از نوآوری‌ها همیشه به جلو نگاه می‌کردند. محدودیت‌ها را کنار می‌زدند. جامعه کاملاً تغییر کرد. شهرها گسترش یافتند. حومه‌ها رشد کردند. شغل‌های جدید ایجاد شد. سفر آسان‌تر شد. دنیا کوچکتر به نظر می‌رسید. همه به لطف کارل و ایده درخشان او زندگی دگرگون شد در مقیاس جهانی. پس کارل بنز، میراث او بی‌نهایت. بیشتر از فقط ماشین‌ها. این درباره دیدگاه است. نبوغ انسانی، جرأت رؤیا پردازی بزرگ. آن اولین ماشین یک نماد بود. نماد پیشرفت و همه چیز را تغییر داد برای همیشه. چه داستانی!